وقتی به دنیای مد فکر می‌کنین چی تو ذهنتون میاد؟ زرق و برق، فشن شوهای بزرگ و برندهای معروف؟ خب درسته، ولی این فقط ویترین ماجراست. پشت این ویترین یه دنیای پنهان از شغلای هیجان انگیزه که شاید هیچ وقت حتی اسمشون به گوشتون نخورده باشه. بیاین با هم بریم و این دنیا رو کشف کنیم. همیشه دوست داشتین یه جوری وارد این صنعت بشین ولی نمیدونستین دقیقاً باید از کجا شروع کنین. خب باید بگم که شما تنها نیستین. خیلی‌ها همین حس رو دارن. ما دقیقاً می‌خوایم توی این چند دقیقه همین موضوع رو براتون باز کنیم. پس حواستون با من باشه. خب بذاریم با یه عدد خیلی بزرگ شروع کنیم. 1.2 تریلیون پوند. میدونین این یعنی چی؟ این فقط ارزش مالی این صنعت نیست. این یعنی یه اقیانوس بیکران از فرصت‌هایی که شاید همین الان یکیشون منتظر شما باشه. وقتی میگیم کار تو دنیای مد، اولین چیزی که به ذهن همه میاد چیه؟ خب معلومه، طراح لباس و مدلینگ، درسته؟ ولی اینا واقعاً فقط نوک کوه یخن. زیر این صدها شغل دیگه وجود داره که مثل یه موتور پنهان کل این صنعت رو راه میندازن. خب اولین ایستگاه ما بخش خلاقیت. اینجا با آدمای آشنا میشیم که یه ایده رو از توی ذهنشون میکشن بیرون و تبدیلش میکنن به یه لباس یا اکسسوری واقعی که میتونیم لمسش کنیم و بپوشیم. اینا واقعاً قلب تپنده کل ماجرا هستن. به این گروه میشه گفت آینده نگرها. چرا؟ چون همون ذهن خلاقی رو دارن که یه طرح رو تصور میکنه، همون مهارت فنی رو که با دستای خودشون اون طرح رو زنده کنن. یعنی هم ایده پردازا هستن، همونایی که کار رو در میارن. ببینیم دقیقاً کیا تو این دسته قرار میگیرن. خب طبیعتاً از معروف‌ترین نقش شروع میکنیم، طراح لباس. ولی اشتباه نکنید، کار یه طراح فقط کشیدن چند تا خط روی کاغذ نیست. اصلاً یه طراح خوب باید گذشته رو بشناسه، آینده رو پیش بینی کنه و تازه مثل یه مدیر پروژه همه چیز رو مدیریت کنه تا اون طرح از روی کاغذ برسه به ویترین مغازه. یعنی یه ترکیب فوق‌العاده از هنر و تکنیک. ولی ببینین ماجرا فقط به طراح لباس ختم نمیشه. این یه کار تیمیه. پازل رو نگاه کنین، یکی الگو رو با دقت میلیمتری در میاره، یکی دیگه طرح پارچه رو خلق میکنه و یه نفر دیگه به اسم استایلیست ظاهر نهایی رو برای فشن شو یا عکاسی میچینه. هر کدوم یه تیکه حیاتی از این پازل هستن. خیلی خوب. خلاقیت عالیه، ولی به تنهایی کافی نیست. یه طرح هر چقدر هم قشنگ باشه باید فروش بره. اینجاست که میرسیم به موتور تجاری مد، یعنی استراتژیست ها. اینا همون مغزهای متفکری هستن که مطمئن میشن هنر به یه بیزینس سودآور تبدیل بشه. ببینین یه لباس فوق‌العاده توی آتلیه یه طراح تهش همون یه لباس فوق‌العاده است. ولی وقتی همون لباس فروخته میشه، تبدیل میشه به موفقیت یه برند. دقیقاً همینجاست که پای استراتژیست‌ها، تحلیلگرای داده و کارشناسای فروش میاد وسط. خب اینجا 2 تا نقش خیلی مهم داریم که خیلی‌ها با هم قاطیشون میکنن، خریدار یا بایر و مرچندایزر. سادهش اینه، خریدار تصمیم میگیره چی بخریم، یعنی کدوم کالاها ترند هستن و باید تو فروشگاه باشن. ولی مرچندایزر میگه کجا و چقدر از اینا رو بیاریم. اون برنامه‌ریزی میکنه که جنس درست تو فروشگاه درست به تعداد درست و تو زمان درست باشه. پس یکی قلب انتخابه، اون یکی مغز برنامه‌ریزی. و البته این اکوسیستم استراتژیک بدون این بچه‌ها کامل نمیشه. مدیر تجارت الکترونیک که ویترین آنلاین ما دستشه، پیشبینی کننده ی ترند که انگار یه گوی بلورین داره و آینده رو به ما میگه، و مدیر خرده فروشی که تجربه خرید حضوری ما رو میسازه. همه اینا مثل یه تیم هماهنگ با هم کار میکنن. خب محصول آماده است، استراتژی فروش هم چیده شده، حالا چی؟ حالا باید داستان این محصول رو برای دنیا تعریف کنیم. اینجاست که میرسیم به گروه سوم، یعنی قصه‌گوها، آدم‌هایی که به یه برند شخصیت و صدا میدن. کار اصلی این گروه ساختن یه پل ارتباطیه. اون کمپین تبلیغاتی خفنی که یادتون مونده یا اون پست اینستاگرامی که باعث شده یه چیزی رو بخرین، کار همین گروهه. هدفشون اینه که یه رابطه واقعی و عمیق بین شما و اون برند بسازن. و ستاره این بخش بازاریاب مده. این آدم بلندگوی برنده است. ولی شغل بازاریابی امروز با 10 سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده. دیگه فقط خلاقیت و ایده های باحال مطرح نیست. یه بازاریاب خفن امروزی باید با داده‌ها رفیق باشه.
باید تحلیل کنه تا بفهمه شما دقیقاً چی میخواین و چطوری باید باهاتون حرف بزنه. و این ارکستر قصه‌گو کلی نوازنده دیگه هم داره. از مدیر روابط عمومی که حواسش به آبروی برنده تا مدیر شبکه‌های اجتماعی که 24 ساعت آنلاینه. از نویسنده مد که یه کالکشن رو به عرش میبره یا به فرش میکوبه تا مدیر ایونتی که یه فشن شو فراموش نشدنی را میندازه. همه‌شون دارن یه گوشه از داستان برند رو تعریف میکنن. خب، با کلی شغل هیجان انگیز آشنا شدیم. حتما الان دارین از خودتون میپرسین خیلی هم عالی، ولی من باید از کجا شروع کنم؟ سوال خوبیه. تو این بخش آخر میخوایم یه نقشه راه ساده برای ورود به این دنیا بهتون بدیم. این نقشه راه 3 مرحله‌ای رو یادتون باشه. قدم اول، تجربه. تا میتونین کارآموزی کنین و کار عملیات بگیرین. هیچی جای تجربه واقعی رو نمیگیره. قدم دوم، تحصیلات. دوره‌های مرتبط بهتون هم دانش میده، هم شبکه سازی میکنین. و قدم سوم، تحقیق. بازار رو بشناسین، برندها رو بشناسین. اینطوری میتونین خودتون رو از بقیه جدا کنین. ترکیب این 3 تا یه جورایی فرمول موفقیته. یه نکته خیلی مهم. لطفاً اینو فراموش نکنین. دنیای مد خیلی بزرگتر از اون چند تا اسم معروفیه که همه میشناسیم. کلی برند کوچیکتر، استارتاپ‌های خلاق و شرکت‌های پشتیبانی هستن که دارن کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میدن و اتفاقاً جای عالی برای شروع و رشد هستن. پس کجاها باید دنبال کار بگردیم؟ ببینین چقدر گزینه‌ها متنوعه. از برندهای لوکس و گرون قیمت گرفته تا برندهای عمومی‌تر که هممون میشناسیم. از آژانس‌های تخصصی مد تا حتی خود کارخونه‌ها و تولیدیا. واقعاً برای هر کسی با هر مهارتی یه جایی هست. و حالا سوال آخر برای خود شماست. یه نگاه به خودتون، به علاقه هاتون، به مهارت هاتون مندازین. فکر میکنین کدوم یکی از این شغلای جذاب دنیای مد انگار برای شما ساخته شده؟ کدوم نقش منتظره تا شما پیداش کنین؟ دنیای مد منتظره. شما آماده این؟